بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، دوام سوره نازعات از آیت 27. پروردگار در آیت 27 این سوره که پیشترش درباره فرشتگانی که آنها مسئولیت گرفتن جان مؤمنان و کافران را دارند و درباره چگونه بیرون شدن روح از جسد و این چنین درباره حضرت موسی و رفتن موسی به نزد فرعون صحبت کرد که ما در درس گذشته درباره‌اش گفته گذاشتیم. اکنون ببینیم که در دوام سوره نازعات پروردگار چی میگوید. در آیت 27 میگوید اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها و مرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. در آیت 28 میگوید پروردگار ای آنهایی که زنده شدن پس از مرگ را ناممکن می شمارید، ای آنهایی که گمان میکنید که شما را پروردگار قدرتی از نو زنده کردن را ندارد. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، آیا شما را از نو ساختن مشکل تر است، دشوارتر است، یا اینکه ساختن این آسمان هایی که در بالای شما پروردگار همچون یک بام آفریده است. یعنی وقتی شما خصوصا در فضای کشاد، در هوای کشاد به آسمان نگاه میکنید، با آن هندسه زیبای پروردگار به ستاره ها و ماه و این چنین دیگر جسم های آسمانی، علل خصوص فضا را از خود ویدیوها یا نوارهای یوتیوب هم تماشا میکنیم، میبینیم که خواهران عزیز چقدر ما مخلوق ضعیفی، بیچاره و بیجان کوچک هستیم. پروردگار میگوید ای انسانی که گمان میکنی من تو را از نو زنده کرده نمیتوانم، همان آسمان هایی که در بالای سرت هست که انسان ها حتی از یک تاش هم 7 طبق یک طرف استاد، از یک تاش هم گذشت کرده نمیتوانند یا عبور کرده نمیتوانند، آنها را ساختنش دشوارتر است یا شما را؟ البته که ساختن آسمان ها دشوارتر است و خداوند که این همه آسمان را در بالای سر شما آفرید قادر است که شما را هم پس از مرگتان از نو زنده کند. رفع سمکها فسواها، پروردگار میگوید آسمان را بالای شما بلند کرد، یعنی همچون سمک گفته خواهران عزیز سقف را میگن، یعنی بامی آسمان را بالا کرد و خیلی خوشرو بالای شما آن را پوشانید. و اغطش لیلها و اخراج ضحاها، و این چنین شب را در آسمان و در دنیای شما پروردگار تاریک کرد. کیست که شب بسازد و کیست که روز بسازد؟ کیست که آسمان بسازد و کیست که زمین بسازد بجز رب العالمین؟ و الله میگوید و من در آن شب را تاریک کردم و از آن روز را بیرون آوردم، روشنی را، و این چنین زمین را من شکافتم و از آن دانه ها را برآورده کردم. اخرج منها ماءها و مرعاها، از زمین برای شما آب و این چنین تمام نمود گیاه و رستنی ها آفریدم، بیرون کردم. والجبال ارساها، بجز این کوه ها را همچون میخ استوار بر زمین نهادم تا که زمین را مستحکم کنند. متاعا لکم ولانعامکم، همه این آفتاب و زمین و بارشات و آسمان و گیاه و آب، همه اینها برای شما و برای انعامکم، حیوانات شما، یعنی هر چیزی که در روی زمین است و آفریدم از آن شما استفاده میبرید. به من برگردید ای آنهایی که در روی زمین از زمین من، از نعمتهای من بهره میبرید. در دوامش الله میگوید، یعنی بعد از اینکه پروردگار درباره نعمتهایش میگوید و به ماست یا بر ماست که ما باید شکرگزار این نعمتهای پروردگار باشیم، بعد از این الله میگوید فاذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعی و برزت الجحیم لمن یری. و اما وقتی بیاید طامه کبرا، طامه کبرا یعنی آن روز بزرگ، روزی که کامل شده است برای مؤمن و کافر، روزی که تمام وقتها یا گفتیم تمام
مدت زمین به آخر می رسد و آن روز مردم در پیشگاه پروردگار برای چگونه گذرانیدن این حیات دو روزه اشان سوال و جواب میکنند. الله میگوید اما وقتی که آن روزی بزرگ می آید، آن روزی که کسی آن را به عقب برگردانیدن نمیتواند، کسی شر آن را کم کردن نمیتواند، انا آن روز یوم یتذکر الانسان ما سعی، هر یک انسان به یاد می آورد که چی کار کرده بود. در سوره دیگر گفته بودیم که و ان له الذکری، اما چی فایده دارد اکنون وقتی که کافر پس از این همه در دو روزه دنیا چقدر میخواهم از عشرت و از لذت خود را میبرم گویان زندگی کردی، آن روز را وقتی دیدی دیگر به یاد آوردن دنیا و چرا این را کردم و آن را نکردم چی سود دارد. ولی مومن هم آن روز به یاد می آورد که چگونه این حیات چند روزش را به خاطر الله سپری کرد و الله میگوید و برزت الجحیم لمن یری، و آن روز جهیم یعنی دوزخ نمایان می شود برای بیننده ها. مومنان دوزخ را دیده میفهمند که چقدر آنها در رحمت پروردگار هستند که به این دهشت و به این عذاب ابدی داخل نمی شوند. کافران باشد مسیر خود را یا گفتیم جایگاه خود را خواهند دید. در دوامش الله میگه فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، اما هر کسی که عصیان کرد، گناه کرد، گفته های الله را زیر پا کرد، چی گناه هست و چی ثواب اصلا در پروای آن نبود، و اثر الحیات دنیا و برای خود حیات دنیا را انتخاب کرد، لذت های حیات دنیا را انتخاب کرد، برای خود لذت عبادت یا گفته مشقت و صبر و عبادت نه، برای خود لذت خوردن و پوشیدن و گفتن و هر چی گناه هست برای خود انتخاب کرد، فإن الجحیم هی المأوى، البته که همان جهیم و دوزخ جای او خواهد شد. پس مؤمنان اهلی انتخاب کننده دنیا نیستند. آن را دیدید که فقط از پی دنیا کوشش دارد، سخنش دنیا هست، حیاتش دنیا هست، از آخرت هیچ چیزی در او دیده نمی شود. بدانید که هزار خود را مؤمن گیرد هم پروردگار می گوید و اثر الحیات دنیا، اینها برای خود حیات دنیوی را انتخاب کردند. و عجب زمان از خواهران عزیز، تا چند سال پیش بود با یکی از شاگردانی که ترک هست صحبت داشتم، گفته بود که میدانید حاجم میگویند اینها، استاد میدانید تقریبا همنشین رو پیدا نمی کنی که دو کلمه از آخرت گوید. یعنی همون شاگردم میگفت من یک همنشین رو پیدا نمی کنم که سخن از آخرت رود. با مادرت میشینی سخنهای دنیوی، با خواهرت، با همسرت، با دوستانت، آخر با کی بنشینیم که از آخرت سخن گوید؟ ما همه این گونه دنیا را انتخاب کردیم و آخرت را فراموش کردیم. چرا پیدا نمی شوند صحبت های اخروی، صحبت هایی که ما را به یاد مرگ اندازد، صحبت هایی که ما را به یاد خودمان اندازد که مسیر ما، عاقبت ما چی است؟ الله میگه اما آنهایی که برای خود لذت های دنیا، کیف و صفای دنیا، حیات دنیا را انتخاب کردند و الله را فراموش کردند، گناه و ثواب را فراموش کردند، این جهیم، این آتش جای آنها خواهد شد. پروردگار ما را از جمله آنهایی که آخرت را برای خود انتخاب کردند الهی بگرداند. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، و اما هر کسی که منزلت پروردگار خود را دانست و از الله ترسید و نفس خود را، خواهشات خود را از هوا و هوس باز داشت، البته که جنت جایگزین او خواهد شد، البته که جنت مکان او خواهد شد. و این آیت خواهران عزیز به گفتن یک آیت است، اما زندگی کردن با این آیت خیلی دشوار است. الله میگوید آنهایی که منزلت الله را میدانند و از الله میترسند، و انسان تا زمانی که منزلت خود، مقام خود در دنیا چی هست نفهمید الله را شناخته نمیتواند. انسان باید خود را بشناسد که اصلا کی هست در دنیا،
اصلا چی هست، چرا آمده است، از دستش چی می آید، چی کارها رو کرده می تواند، مسئولیتش چی هست. وقتی که انسان خود را پیدا کرد در روی دنیا، آن می تواند حق پروردگارش را بشناسد. و الله می گوید اما آنهایی که در نزد پروردگار چگونه ایستادن را و مقام و منزلت پروردگار را می دانند و از الله می ترسند. و نگاه کنید، نهی النفس عن الهوى، نفس خود را از هوا و هوس باز می دارند. نفس خیلی چیز می خواهد، خوابی دراز، خوردنهای با لذت، پوشیدن خیل به خیل، غیبت بردوام، خیلی نفس چیزهای زیاد می خواهد. و این نفس را برای این را نکن گفتن و در یک زندان نگاه داشتن کار نفرانی هست که خاف مقام ربه، از پروردگارش ترسید، او شناخت پروردگارش را. و تا چه اندازه ما با نفس خود امروز می جنگیم، گویا که خواهران عزیز با همه می جنگیم بجز خودمون. ما برای همه می توانیم سرداری کنیم، فلان کارت خطا است، فلان گپت خطا است، کاری همسرت یا شوهرت خطا است، میدانی کاری خواهرت خطا است. اما به نفس خودمون، ای نفس من، ای خودی من، این کارت خطا هست، این چیزی که الان از دلت میگذرانی خطا هست، این نیتی که داری خطا هست. آیا با خود هم همین گونه می جنگیده باشیم؟ نه. آنهایی که با خود می جنگند، چه خیلی که از آخرت گپ میزنند خیلی کم هستند. اما آنهایی که با نفس خود مجاهده میکنند، یعنی نفس خود را از لذت های دنیا در زندان میکنند، این صحابه ها بودند. روزها روزدار و شبها در قیام. حتی وقتی روزهای طولانی تابستان می آمد می گفتند چه خوب است این روزهای درازه که ما الان نفس خود را با روزداری عذابش می دهیم و چه خوش است آن شبهای طولانی زمستان که ما شبها به پای در عبادت می ایستیم. نفس خود را رام کردن کار هر کس نیست. آنهایی که نفس خود را رام میکنند و میگویند این را نمیکنی، این را الله باز داشته است، از پای این نمی روی، اگرچه مشقت است این را انجام ده، خیلی کم هستند. که پروردگار چه میگوید؟ و نهی النفس عن الهوى، و نفس خود را، خواهشات خود را از هوا و هوس باز میدارد. فإن الجنة هی المأوى، البته که جنت جایگزین او هست. و مجاهده نفس از مجاهده دشمن هم خیلی و خیلی دشوار است. که پروردگار را لجام نفس هایمان را به دستمان بدهد که با ایمان قوی استوار باشیم، بجنگیم و برای حق نفس خود را بکشانیم. وگرنه این همه فساد و این همه گناهی که امروز در اطراف میبینید، افرأیت من اتخذ الهه هواه، آنها هستند نفس خود را برای خود خدا گرفتند. نفس آنها چه گوید از پی آن می شوند. و خواهران عزیز، نفس را به دست گرفتن را با کودکان هم باید بیاموزیم. دلم کشید گفتم، من چیزی که دلم اگر گفت نگویم نمیتوانم. من دلم این چیز رو کشیده ایستاده است. کشیدن دل همون کشیدن نفس است. ما نام زیبای دل رو به آن نفس بدبخت یا گفتیم به آن نفسی که به بدی ها ما رو میکشاند همیشه نسبت میدهیم. کار دل به بدی ها نمیبرد. دل جایش عاطفه است. کاری که ما رو به گناه میکشاند آن نفسی هست که در باطن ما نهفته است، در طبیعت ما نهفته است. و کودکان هم روزداری با آب خنک، طهارت کردن، نماز خواندن، طولانی ایستادن در نماز، با نفس خود جنگیدن را باید یاد بدهیم. اما مادری که خود با نفس خود جنگ ندارد، اصلا به فرزند خود این چیز را یاد داده نمیتواند. یعنی ببینید که تا چقدر ما با نفس خود در جنگ هستیم، تا چقدر اندازه نفس خود را، لجام نفس خود را به دست گرفته هستیم. در دوامش الله میگوید یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تو را از روز قیامت میپرسند که کی آن روز فرا میرسد. فیما انت من ذکراها،
تو چگونه میتوانی آن را به یاد آنها اندازی؟ یا اینکه علم آن ای محمد در دست تو نیست صلی الله علیه و سلم. الی ربک منتهاها، علم قیامت، کی آمدن روز قیامت در نزد پروردگارت هست. منتهای این علم در نزد پروردگارت هست. کسی نمیتواند بگوید کی روز قیامت برپا می شود، کی قیامت قائم می شود. انما انت منذر من یخشع، تو ای پیامبر رساله تو، مسئولیتی تو این است که تو مردمی که از الله می ترسانند آگاه بکنی از آن روز، آنهایی که از روز قیامت می ترسند. اما این را بدانید آنهایی که اینقدر از روز قیامت می پرسید، بعضا مسخره کنان که مگر آن روز می شود، بعضا از جهت شک و شبهه، الله می گوید کأنهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیة او ضحاها. وقتی که روز قیامت رو میبینند گویا که یک بیگاه یا اینکه یک روز هم در دنیا نزیسته باشند. یعنی وقتی که اون طولانی استادن در پیشگاه پروردگار، اون روزی که دیگر زمان نیست، وقت از بین می رود، وقت وجود ندارد، تو ابد میمانی، اون رو میبینی میگویی حیات من، این حیاتی که امروز از آن شکایت داریم که چقدر مشکلی ها دارد، چقدر مشقت ها دارد، بعضی ها از حیات بجز تلخی چیزی نچشیدن، اما اون روز میگیم وا 1 ساعت بود یا فقط 1 روز در دنیا من زیسته بودم. انا اکنون روزی حقیقی آمد، زندگی حقیقی آمد. خواهران عزیز، این دنیایی که 60 سال برای بعضی ها 50 سال، برای بعضی ها 90 سال، برای بعضی ها 80 سال به هر حالت میگذرد. این به هر حالت، چی شما در ظلم از دست شوهر هستید، چی شما در خدمت اهل بیت شوهر هستید و خیلی صبرتون به جایش رسید، چی شما در لذت و کیف صفا و رقص کردن و پوشیدن و خوردن و معرکه گشتن هستید، چی شما در طلب علم و در صدقه دادن هستید، در کدام حالت نباشید هم این دنیا میگذرد، خیلی زود میگذرد، اما آن روز وقتی آمد دیگر گذشت ندارد. پس ببینید که این همین 1 روزه که دنیا در آن وقت مثل 1 روز یا 1 ساعت یا از صبح تا شام می نماید، شما چگونه باید گذرانید که آن روز پشیمان نشوید؟ به هر حال انسان های هستند که وقتی غوطه غم می شوند، به غم می افتند، دیگر آنها همه چیز را فراموش می کنند، حتی مرگ را. انسان های هستند که وقتی به نعمت افتیدن یا گفتیم پروردگار نعمتش را برای آنها ارزانی داد، همه چیز را فراموش میکنند. ولی حیات ما در این دنیا الله میگوید که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها، 1 بیگاه فقط من بودم در آن دنیا یا فقط 1 پگاه روزی بودم گویان یا داور از این دنیا میشویم. پس همین 1 بیگاه و 1 پگاه روزی را طور گذرانید که آن روز در نزد پروردگار سرتان بالا باشد که خدایا من در آن مدت کوتاه با تو بودم، لحظه تو را فراموش نکردم، حیاتم برای تو بود، خواب و بیداریم برای تو بود، همه لحظه هم برای تو بود، نه مشکلی های دنیا مرا از تو دور کرد، نه نعمت های تو مرا از تو دور کرد، نه جوانی و نه پیری، همش با تو بودم. گویان در آن روز بتوانیم در نزد پروردگار شرمنده نگردیم. این بود خواهران عزیز آیت 46 از سوره نازعات. الحمدلله که به پایانش رسیدیم. پروردگار عمل کردن به این سوره را نصیب کند. وقتی از اول تا آخر تفسیر این سوره را من شخصا خواندم خواهران عزیز، فقط عمل کردن به همین سوره چقدر یک انسان مؤمن می سازد. ولی ما مشکلیمون فقط حفظ کردن و عمل کردن نه. ما حفظ میکنیم، از یاد میکنیم، میخونیم، خط میکنیم، اما بیا من به همین آیت عمل میکنم، گفته ها خیلی کم هستند. پروردگارا اجعلنا ممن یعلمون و یعملون. الله ما را از آنهایی که هم میدانند و هم عمل میکنند از آنها بگردان یا رب العالمین.